سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به یکایک شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی برنامه علامت سوال. بسیار خوشحال هستیم که سه‌شنبه دیگه ای از راه رسید و خداوند این فیض رو به ما داد که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و بسیار خوشحال هستیم از اینکه این زمان فراهم شد و شما عزیزان رو خدمت کنیم. دوستان، همونطور که میدونید برنامه علامت سوال به صورت پخش زنده است و در 90 دقیقه آینده با شما عزیزان از شبکه ساسن پارس همراه خواهیم بود و سوالات شما عزیزان رو پاسخگو خواهیم بود. همونطور که از اسم برنامه مشخص هست، این برنامه برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هست. پس خوشحال میشیم که با ما همراه باشید و اگر سوال و نظری دارید حتما در طول برنامه با ما در میون بگذارید. برنامه رو شما میتونید بر روی شبکه ساسن پارس و ماهواره یاست تماشا کنید. همچنین بر روی یوتیوب ساسن پارس میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید و از طریق اینستاگرام و فیسبوک ساسن پارس و همچنین اینستاگرام و فیسبوک علامت سوال هم میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید. اما در طول برنامه شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید. پیغام های نوشتاری، صوتی و همچنین از طریق تلفن میتونید با ما در تماس باشید. سوالات، نظرات، شهادت هاتون رو و همچنین درخواست های دعاتون رو با ما در میان بگذارید. شما عزیزان میتونید از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام و فیسبوک پیغام های نوشتاریتون رو برای ما بفرستید. به اضافه این که از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید. البته به صورت نوشتاری پیغام هاتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفنی که شما عزیزان میتونید از طریق این سه اپلیکیشن با ما در تماس باشید رو من براتون میخونم. البته که در طول برنامه بر روی گیرندتون خواهید دید. با شماره تلفن 2035 79 99 37 772 شما عزیزان میتونید پیغام های نوشتاریتون رو که همونطور که خدمتتون گفتم از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام برای ما بفرستید و ما هم خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. اما اگر ترجیح شما بر این هست که به صورت مستقیم تلفنی ما با در تماس باشید، از طریق شماره تلفن واتساپ که البته این شماره با شماره قبلی که برای شما عزیزان خوندم متفاوت هست، فرق میکنه و شما عزیزان میتونید با ما در تماس باشید بعد از نیم ساعت اول برنامه با شماره تلفن 2044 751 32 49 482 شما عزیزان میتونید از طریق واتساپ با ما در تماس باشید. همونطور که میدونید در آخر برنامه برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو در طول برنامه فرستادن در دعا خواهیم بود و همچنین ما بخشی رو داریم برای شهادت‌ها. پس تشویقتون میکنم در طول برنامه یا حتی در طول هفته اگر شهادتی دارید در زندگیتون و کارهای خداوند رو در زندگیتون دیدید، حتما با ما به اشتراک بگذارید. قید کنید که این برای برنامه علامت سوال هست و اگر هم دوست نداشته باشید نام شما گفته نمیشه، اما خوشحال میشیم از شما بشنویم و با دوستان دیگه شهادت‌های شما رو به اشتراک بگذاریم. با هم بریم یک بار دیگه راه ارتباطی با برنامه رو ببینیم. برمیگردیم همراه با مهمان عزیز برنامه با شما خواهیم بود.
بله عزیزان، یک بار دیگه راه ارتباطی با برنامه رو دیدیم. میدونیم که همچنان ایران شرایطی رو که داره پشت سر میگذرونه خیلی مناسب نیست و مخصوصا در ارتباط با مسائل اینترنت که دوستان از ما در ایران موفق نیستن زیاد به برنامه ها دسترسی داشته باشن یا بتونن از طریق اپلیکیشن ها با ما در تماس باشن. امیدوار هستیم که این شرایط رو به بهبود بره، مخصوصا در این 3 روزی که به هر حال اعتصابات سراسری بوده. اما باز هم پیغام خودم رو از اینجا صف خودم و برنامه علامت سوال خدمت شما عزیزان بگم که دل ما، افکار ما و همچنین دعای ما با تک تک شما عزیزانی هست که دارید برای آزادی می‌جنگید و ایستادگی می‌کنید. اما مهمان بسیار عزیزی داریم امروز در برنامه، البته از طریق اسکایپ. خواهر لوئیز مخوف با ما هستن. خواهر لوئیز جان، خیر مقدم بهتون میگم و بسیار خوشحال هستیم که امروز هم در برنامه علامت سوال حضور دارید و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم سالی جان، خیلی خوشحالم در کنار شما در خدمت بینندگان عزیز هستم. به خصوص اگر اینترنت دارن به شکل لایو دارن تماشا میکنن، سلامی گرم خدمت این عزیزان دارم و همینطور بگم که چقدر با این عزیزان در دعا در اتحاد هستیم. دستای این عزیزان رو در دعا بالا گرفتیم و برای موردی که اینطور قیام کردن به قول معروف هم صدا و هم دعا هستیم با ایشون. و امروز داشتم حقیقتش اشعیا رو میخوندم، یک آیه خیلی جلب توجه کرد، همون رو برای ایران، برای قوم ما این رو به اصطلاح اعلام کردن که خیلی جالبه. در اشعیا 32 آیات 17 و 18 خیلی جالب میگه و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابدالآباد و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزل‌های آرامی ساکن خواهند شد. واقعا اینطور دعا کردم که این دوران کوتاه بشه، حقیقتا عمل عدالت برای قوم ما سلامتی باشه، نتیجهش آرامی و اطمینان باشه، تو خونه هاشون سلامتی باشه، اطمینان باشه، آرامی باشه. عزیزان با شما هستیم، تنها نیستید، بیرون از ایران همه ما صدای شما هستیم، با شما هم صدا و هم دعا و هم سنگر هستیم در این مسئله. آمین. واقعا همینطور هست خالد جان و ممنون، مرسی از اینکه باز هم یک کلام دیگه برای ما آوردی، کلام پربرکت و همون اول برنامه به ما برکت دادید. خالد جان، امروز هم موضوعی رو انتخاب کردن که بسیار موضوع جالبی به نظر میاد و من به شخص تو هیچ کدوم از برنامه‌هایی که حالا خودم بودم نداشتم و در واقع موضوع تکی هست به نظرم که میشه راجع بهش خیلی صحبت کرد در رابطه با کلیسای قرنتوس که امروز قرار هست ما چه چیزهایی از اونها یاد بگیریم. خب شاید برای خیلی از بیننده های ما این سوال باشه که اصلا قرنتوس کجاست، چی هست و که ما بخوایم حالا از کلیساش چیزی یاد بگیریم. فکر می‌کنم یه مقدمه داشته باشیم که اصلا آشنا بشیم با کلیسای قرنتوس و همچنین شهر قرنتوس و در ادامه بشنویم از شما که در واقع نامه‌ای که پولس به کلیسای قرنتوس فرستاده برای چی هست و در اون چه چیزهای عنوان شده. بله درسته. من اتفاقا چند وقت پیش مطلبی رو میخوندم، یهو احساس کردم چقدر دنیای امروز وضعیت چه کلیساها چه وضعیت دنیای امروز شبیه زمان قرنتیان هست. اصلا این ایده یهو برای انتخاب مطلب به فکرم اومد که شباهتی که دنیای امروز الان با زمان کلیسای قرنتیان داره و هدف نوشتن پولس از این رساله و اینکه چه اتفاقاتی اونجا افتاد، گفتم این مطلب جالبیه، میشه در این مورد صحبت کرد و یه سری درس از این کلیسا یاد گرفت. شما میدونید که این رسالات رو خود پولس نوشته و از شهر افسوس این رو نوشته
نه تنها این 2 رساله، حالا این 2 رساله رو ما به شکل مدون جمع آوری شده در دسترس داریم، ولی تاریخ کلیسا میگه که به احتمال زیاد بر اساس باب 5 آیه 9 در همین رساله اول قرنتیان بعید نیست که 4 تا نامه و در یه جایی هم حتی خوندم میگم 5 تا نامه به این کلیسا نوشته. در هر حال ما 2 تاشو در دسترس داریم. این رساله دوم یا اون نامه دوم قرنتیان در واقع 4مین نامش هست به این کلیسا، طبق اون چیزی که ما در اعمال 18 میخونیم. اون سفری که پولس به قرنتوس داشته جزئیاتش در رساله در کتاب اعمال رسولان در باب 18 در این مورد توضیح داده شده. ما اون نامه دومش رو از مقدونیه مینویسه، بعد حدود 1 سال این نامه دوم رو تقریبا 1 سال بعد از نامه اولش مینویسه. تو نامه دومش خیلی شخصیه، مربوط به رسالتشه، راجع به خدمتشه، رابطه بین زحمات و قوت روح در واقع در زندگیش در مسیح، وقتی به مسیح ایمان آورد داره دفاع میکنه خودش و یه سری چیزایی رو اونجا توضیح میده. برای اینکه در یکی از اشکالاتی که در کلیسای قرنتوس بود این بود که رسالت پولس رو زیر سوال برده بودن و او رو ضعیف خونده بودن. گفتن خودش نامه‌هاش که میرسه خیلی قویه، خیلی پر محتوا، ولی خودش که در بین ما هست خیلی ضعیفه. به هر حال توضیح میده که ضعف او قوت انجیله و بعد اونجا میگه که رد کردن رسالت خودش در واقع رد کردن مسیح هست. این نامش خیلی شخصیه، پر از احساسات عمیقه و نسبت به کار خدا در خودش یه حالت شهادت زندگیه. اما در نامه اولش به موضوعات بسیاری اشاره میکنه، مثل رساله دومش نیست، نامه دومش نیست. تو قسمت اولش به موضوعات بسیاری اشاره میکنه و متوجه میشیم که پولس در این به اصطلاح نامه اول داره گویا یه سری جواب میده، انگاری یکی ازش سوالاتی کرده باشه و این داره جواب میده. به نظر جواب سوالات میاد که احتمالاً حالا یا بهش نوشتن اعضای کلیسا یا رهبران، یا اینکه کسی بهش خبر آورده که تو کلیسا داره چه میگذره. میدونید که پولس خودش این کلیسا رو در سفر دوم بشارتیش بنیان گذاشت. شما گفتم اعمال 18 در این مورد میگه پولس 18 ماه 1.5 سال در واقع در قرنتوس اقامت میکنه، تو اون شهر زندگی میکنه. در افسوس بود که بهش خبر دادن تو این کلیسا داره چه خبراست، چه چیزایی اتفاق میفته، چه چیزایی به اصطلاح در جریانه. چون که میبینیم تو نامه اولش دونه دونه به مسائلی که ازش سوال شده داره توضیح میده و میپردازه. در بعضی از این جوابها ما میبینیم که اصلا توبیخ‌های شدید هم هست توش، یه سری یه خود جملاتی که پولس استفاده میکنه تنده. همونطور که شما گفتید که در مورد این کلیسا برای اینکه بیشتر بفهمیم مثلا بدونیم که این اصلا قرنتیان کیا هستن، شهر قرنتوس چیه، یک مقدمه‌ای در مورد تاریخچه این شهر لازم هست تا ما بدونیم که پولس در چه زمینه‌ای داره این رو به اصطلاح این نامه رو می‌نویسه و جوابهاشو داره میده. خود شهر قرنتوس در استان اخائیه بود، تو شبه جزیره فینیقیه که قرنتوس مرکز این استان بود و یه شهر بخوایم به زبان امروزی بگیم کاسموپولیتن بود، یعنی همه چی توش بود، انواع و اقسام مذاهب، فرهنگ‌ها، نژادهای مختلف. یک شهر بسیار پر جنب و جوش از نظر قومیتی، از نظر فرهنگی، مذهبی اینا بوده و یه شهر دریایی، در واقع شاهراه دریایی بود بین دریای اژه و همینطور قسمت غربی دریای مدیترانه. یه جایی بود که فرهنگ‌های مختلف، مذاهب مختلف با هم آمیخته بودن. چون که یه مستعمره رومی هم بود، بنابراین قوانین و اون رسوم روم اونجا خیلی مهم بود، به خصوص تو طبقه مرفه شهر. در این حال در این شهر بسیاری از خدایان و الهه ها پر بود. پرستش این بت‌ها و خدایان در همه سطوح طبقاتی شهر رخنه کرده بود، چه تو ارگان‌های دولتی چه ارگان‌های غیر دولتی. همه اینها به اصطلاح این مسائل بت‌پرستی و الهه و خدایان و اینجور چیزا بود توشون.
به طب به خاطر این مسائل توشون جشن‌ها و مراسم و مناسک مذهبی مختلف توش رایج بود. در ضمن اینطوری که کتاب‌های جنبی میگن مرکز سخنوران بسیار بود. انگاری مثلا هر کی می‌خواست خطیبه بگه یا نمیدونم خطاب به کسی بگه جایی بود پر از سخنوران حرفه‌ای، در واقع پول میدادن. این خطیبان پول میگرفتن برای مجالس سخنرانی میکردن، سخنوری میکردن. یه حرفه بود در واقع. مردم از هر ناحیه مدیترانه میتونستن بیان به قرنتوس، چون که هم شاهراه دریایی بود کالاهای مختلف با کشتی به این شهر میرسید. همه قشر مردم درش بود که اینها مذاهب خودشون رو با خودشون به شهر می آوردن و مذهب خود شهر، اون اصل مذهب خودش هم یه آمیخته ای از مذاهب به اصطلاح چیزای یونانی و رومی مضاف به چیزای شرقی، به اصطلاح همین مراسم و مذاهب شرقی بود. پولس در یه همچین زمینه‌ای در واقع می‌بینیم که پیام انجیل رو برمی‌داره به این شهر میرسونه. البته برای تأسیس این کلیسا تنها نبود. ما می‌بینیم که 2 تا دوستش، یه زن و شوهر، پرسکیلا و اکیلا هم بودن که باهاش اینا همراه پولس، اینا از اون یهودیایی بودن که جابجا شده بودن بر اساس جفایی که اومده بوده. اینا در روم گویا بودن و خیمه دوست بودن، ولی با پولس یا حالا جلوتر در هر حال به این شهر میان و اینجا 18 ماه اون اوایل سالهای 50 میلادی میمونن اونجا. ولی بعداً پولس میدونیم که سفرهای جاهای مختلف داشته و بعد میره به افسوس. طبق اعمال 18 پرسکیلا و اکیلا قبلا اونجا بودن. وقتی که پولس رسید جلوتر از اونها یه خطیب معروفی، گفتم اونجا یه شهری بوده که سخنوران میرفتن، به اسم اپولوس بود که اونجا هم اونم در قرنتوس بود که اینا آشنا میشن. به هر حال پولس 3 سال در افسوس میمونه و در این حدود بود که این نامه ها رو برمیداره به قرنتیان مینویسه. گویا هم شفاعن حالا بوده یا به شکل کتبی بوده نمیدونم. به هر حال نه تنها نامه‌هاش سوء تفاهم هم ایجاد کرده بود، ولی مسائل زیادی هم در کلیسای قرنتوس به قول معروف در جریان بود. این مقدمه‌ای در مورد این کلیسا که در چه زمینه‌ای به اصطلاح این پیام انجیل وارد این شهر شد. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. اما شما اشاره کردین توی صحبت‌ها و همونطور که ما میدونیم پولس نامه‌هایی رو میفرسته به قرنتیان و در واقع به این کلیسا. هدف پولس چی بوده از نوشتن این نامه‌ها؟ بله، هدف در مقابل اون قسمت نامه اولش همونطور که گفتم یه سری مسائلی در کلیسا بود که کمک احتیاج بود. یه مقدار اون ایمان صادق و تحقیق مسیحی، چه در مورد رستاخیز مسیح چه در مورد حتی رسالت خود پولس، مضاف به اینکه یه سری جنجال‌های اون تو بود که الان توضیح خواهم داد. یه مسائلی مثل ازدواج، مثل طلاق، شرکت در مراسم بت‌پرستی، حتی نداشتن نظم تو پرستش گروهی، گفتم در مورد رستاخیز مسیح، اینها چیزی بود که مسائلی بود که در کلیسای قرنتوس به اصطلاح رشد کرده بود. یک اختشاش خاصی اونجا بود، جدایی ها افتاده بود. ما باید بگیم که اینو یادآوری بکنیم به آنچه که در مورد قرنتوس توضیح دادم، مقدمه‌ای که گفتم، مسیحیت برای این شهر با توجه به مذاهب مختلفی که در اون شهر بوده یک پدیده بسیار جدیدی بود برای شهر و تعالیم مسیحی با آنچه خودشون از نظر مذهبی انجام میدادن مغایر بود. مضاف به این که معابد مختلف بود. یه معبد معروفی هم بود اونجا مال افرودیت که یا آرتمیس تو این شهر بود که الهه عشق ورزی و لذت جویی بود. اینطور که تاریخ میگه حدوداً 1000 تا فاحشه مذهبی یا روسبی مذهبی، نمیدونم چی بگم اسمش رو، اینا به شکل رسمی در معابد به قول معروف کار میکردن که حتی در سیستم اخلاقی فاسد امپراتوری روم اصلا قرنتوس معروف بود به افراط‌جویی در فساد اخلاقی.
رومیا وقتی به یک کسی میگفتن فلانی قرنتوسیه یا از قرنتیانه، در واقع داشتن میگفتن که این خیلی از نظر فساد در افراد هستش. اگه بخوایم مثال بیاریم شاید یه چیزی مثل لاس وگاس امروزه باشه، یا نمیدونم نیویورک، از این شهرهای، یا مثل خود اردن، لندن، جای دیگه که همه چیزی توش پیدا بشه، در واقع که در واقع در امپراتوری روم این چیز بود. به خاطر بندر بودنش و وضعیت کشتیرانیش خیلی هم ثروتمند بود، ولی فقرای زیادی هم داشت. ما میبینیم که پولس به اینها داره اشاره میکنه، برای اینکه فاصله طبقاتی خیلی مشهود بود در اینها. مردم ثروتمند با مردم فقیر تو خود کلیسا قاطی نمیشدن. تو این جو و فضا وقتی که کلیسا تأسیس شد، ما میبینیم که مشکلات عدیده‌ای درش پدید اومد به خاطر ساختار اعضای این کلیسا و زندگی گذشته اینا. ولی یه مشکل بود که موجبات بقیه مشکلات رو فراهم کرد. این مشکل اصلی بود، بعد همون مشکلات دیگر رو فراهم کرد و اونم این بود که مردم با دنیای اطراف خودش، اعضای کلیسا، افراد کلیسا با دنیای اطراف خودشون خیلی عجین بودن، خیلی آمیخته بودن، نمیخواستن از این وضعیت دست بکشن و توی این وضعیت در واقع به مسیح ایمان آوردن. در اون حالت اینا به مسیح ایمان آوردن، ولی وقتی وارد کلیسا شدن یه سری چیزهایی از زندگی گذشته رو هم با خودشون آوردن، وارد کلیسا کردن، که همین باعث شد بسیاری از مشکلات این کلیسا در واقع بروز بکنه. درسته. خیلی ممنون خاله جان. اگه اجازه بدین ادامه رو در قسمت بعد خواهیم داشت، اما یک تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه از خاله لوئیس میشنویم. اینجا استودیوی لندن هست. درود فراوان خدمت یکایک شما دوستان عزیز. ما در این برنامه به صورت پخش زنده در ارتباط با دفاعیات مسیحی به بحث و گفتگو می‌پردازیم. کارشناسان کتاب مقدس رو دعوت می‌کنیم. سلام برادر ادوارد، سلام برادر سرگیس عزیز، سلام خاله لوئیس عزیز، سلام کشیش کیوان، سلام کشیش امید، سلام کشیش فریدون، خیلی خوش اومدین و به سوالات شما پاسخ میدیم. در خدمت شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه علامت سوال و موضوع اینکه ما از کلیسای قرنتوس امروز چه چیزی رو میتونیم بیاموزیم، همراه با مهمان عزیز برنامه خانم لوئیس مخوف. خاله لوئیس جان، در ادامه صحبت ها البته یه مقدار اشاره کردین در رابطه با وضعیتی که شهر قرنتوس داشت و من رو بیشتر به یاد حتی شهر افسوس انداخت که اونها هم همین شرایطی رو که شما گفتید داشتن، از نظر به هر حال اون در گناه بودن واقعا کاملا و بعضی وقتا خب این گناه چقدر میتونه تأثیر بگذاره روی کلیسا، در صورتی که باید برعکس کلیسا تأثیر بگذاره بر روی دنیای بیرون، ولی خب خیلی وقتا این دنیای بیرون هست که تأثیر میگذاره و همونطور که شما گفتید خب خیلی از این افراد قرنتیان در واقع بدون شاید آزادی از اون دنیای بیرون و در واقع آزادی از اسارت هاشون وارد کلیسا شدن و این اسارت ها رو هم و گناه ها رو با خودشون وارد کلیسا کردن. در ادامه شما میشنویم. بله، داشتیم توضیح میدادیم، میگفتیم که اینا مسائل بیرون رو در واقع وارد کلیسا کرده بودن. میبینیم که پولس اینطور سلام میبینه که این نامه رو در جواب به اونها بنویسه. ریشه مشکلاتشون رو در جهالتشون میبینه و میگه که این مغایر با عطایای روح در مسیحه و مغایر حکمت، مغایر عدالت، قدوسیت، کار فدیه خداست. مضاف به این که اینها یه زندگی خودمحوری رو داشتن زندگی میکردن و همونطور که گفتم نسبت به فقرا بی تفاوت بودن. علیرغم همه اینها اول نامه رو اگه نگاه کنید ما میبینیم که پولس به خاطر قرنتیان
به خدا شکرگزاره. برای اینها شما به خاطر شما خدا رو شکر میکنم و علاقه قلبی عمیقی رو نسبت به این کلیسا در واقع در این نامش نشون میده. شما مسئله افسوسیان رو اشاره کردید، گفتید که در اونجا هم بوده، ولی رساله ای رو که پولس به افسوسیان مینویسه یکی از شاهکارهای رسالات پولس هست و اونجا نمیبینیم مشکل خاصی باشه. رساله ای رو که مینویسه به افسوسیان یه چیز جهانیه، ولی آن چیزی رو که در مورد قرنتیان می نویسه خیلی محلیه، در واقع خاص این کلیسا هست که همونطور که گفتم بی‌شباهت به وضعیت چیزی که الان داریم زندگی می کنیم نیست. در واقع اونجا می بینیم که علاوه بر شکرگزاری داره دونه دونه مشکلات رو پولس یکی یکی میاره بیرون. مثلا از جمله جدایی و تفرقه در مورد واعظین مسیحی که چیزی که الان هم میبینیم یکی طرفدار این واعظه، یکی طرفدار اون واعظه. حالا ممکنه لزوما در یک کلیسا نباشه، ولی به شکل کلیسای جهانی نگاه بکنی خیلی از اینها هست، موجود هست. توی اینها بین اینکه یکی میگفت من طرفدار پولس هستم، یکی میگفت طرفدار اپولوس هستم، و یکی میگفت طرفدار مسیح هستم، یکی میگفت طرفدار پتروس هستم. خلاصه میبینیم که خیلی بی‌شباهت به الان نیست. مضاف به اینکه توش زنا بود، مسائل غیر اخلاقی بود. اصلا پولس میگه که حتی چیزی که در شما دیده شده حتی در بین امت‌ها هم وجود نداره، در بین بت‌پرستا هم این وجود نداره. و دیگه اینکه مسائل قضایی دادگاهی رو برمی‌داشتن می‌بردن به چیز بیرون. خب می‌بینیم که در مورد اینکه قربانی بت‌ها، اینا قربانی بت‌ها رو می‌فروختن، چون اونجا قربانی بت‌ها رو تو فروشگاه می‌فروختن. پولس داره به اینها اشاره میکنه، از جمله پرستش گروهی، اختلاف طبقاتی. راجع به عشای ربانی، شام خداوند ما میبینیم صحبت میکنه. اونجا اینها عطایای رو زیاد داشتن. کلیسای قرنتوس از نظر عطایا اینها فقیر نبودن به قول معروف، ولی میبینیم اونجا عطایا رو دسته‌بندی کرده بودن برای خودشون، درجه داده بودن. یه عطا رو میگفتن خیلی بالاتر از اون یکی عطاست. خلاصه از این برنامه و همونطور که گفتم در مورد رستاخیز مسیح و همینطور چیز اینکه مسیحیان هم در رستاخیز مسیح شریک هستن، اینها تعالیم آنچنان درستی گویا اجرا نمیشد، نبود در اینها. اینکه ما میبینیم که شراکت مسیحیان در رستاخیز مسیح، همینطور بدنهای قیام کرده ایمانداران، اینها زیاد در این مورد تعلیم درستی ندارن. ولی در شروع این رساله کاری که پولس میکنه در درجه اول به اینا میگه شما کی هست، راجع به هویت اینها اول به اینها گوشزد میکنه، یادآوری میکنه. برای اینکه عدم تشخیص هویت خودشون به عنوان من نوعی، من هویتم در مسیح چی هست، اینها تشخیصشون درست نبوده و میبینیم که به یادشون میاره که اینا متعلق به دنیا نیستن. این اون چیزیه که کلام هم به ما میگه که ما متعلق به دنیا نیستیم، در حالی که میبینیم حتی زندگی امروز ما در ما میبینیم باز هم همین، ما داریم در کلیسا پر از افرادی هستن که هنوز هویت خودشون رو در مسیح نمیشناسن، نمیدونن. در واقع داره انگشت میذاره که زندگی شما تغییر کرده، دنیای شما تغییر کرده، دنیای شما الان متعلق به خدا هست. ما همونطور که گفتم چیزی که امروز هم در کلیساها دیده میشه، اون در واقع مسیح به عنوان بنیاد ایمان ما برمیگرده، میگه که آیا نمیدونید که شما معبد خدا هستی. اینو به قرنتیان میگه، همون چیزی هست که امروز ما همون مسئله رو داریم. یا برمیگرده در مقابل این، در جواب برمیگرده میگه که یک فکر رو یک رأی داشته باشید. تو شما جداییه، برای اینکه در این کلیسا جدایی ها زیاد بود، تفرقه بود، مضاف همونطور که گفتم مسائل غیر اخلاقی بود. در این کلیسا در یک زمینه این شهرش، در این زمینه شهری غیر اخلاقی قرار داشت. مسائلی کاملا مخالف عفت تو خود کلیسا در جریان بود که واقعا اصلا عجیب بود، برای اینکه یکی با زن پدرش، در واقع با نامادریش، در واقع زنا زندگی میکرده، اینطور که میفهمه. ولی آنچه که پولس انگشت میذاره میگه که چرا کلیسا نسبت به این مسئله بی‌تفاوته، چرا راجع به
این مسئله کسی جلوی اینا رو نمیگیره و انگشت میذاره رو این مسئله و بعد توضیح میده مسائل غیر اخلاقی چیه، بی‌عفتی چیه، چطور اینا تو کلیسا رخنه میکنن. و ما میبینیم حتی در مورد این نکته حتی میگه که چرا این شخص رو شما به شیطان نسپردید و توصیه میکنه که شما این شخص رو به شیطان بسپرید به جهت هلاکت جسم. اونجا میگه که بهتره که جسمش هلاک بشه ولی روح و جانش به قول معروف زنده در حضور خدا باشه، در اون ابدیت نیفته. یا در مورد ما میبینیم که در مورد هیمنائوس و اسکندر باز این مسئله به شیطان سپردن رو پیشنهاد میده. ما گفتیم که مسائل شام خداوند بود. اینها خب یه رسمیه. قبلا ما تو کلیسا هم در ایران این چیزو داشتیم. ماهی یه بار شام کلیسایی بود، مردم غذا میپختن میآوردن، ما عشا هم دعا بود و عشا اینا. این گویا یک سری چیزهایی در اونجا اتفاق افتاده بود که درست نبود، برای اینکه اینا این مسئله رو که این یه چیزیه که مسیح گفته اینو تبدیل کرده بودن به عیش اشرت. تحت تاثیر اون عشای ربانی هم اون جدایی طبقات باز خودش رو بین شخص دارا و شخص ندار خودش رو نشون داده بود که پولس اخطار بسیار شدیدی در این امور میگه اگه میخواید بخورید چیزو مگه خونه ندارید؟ اگه میخواید اشرت بکنید چرا تو کلیسا؟ چرا نمیرید تو خونه هاتون؟ مشکل دیگه ای که این کلیسا داشت همونطور که گفتم درجه بندی چیزها بود نسبت به عطایا، که کسی که این عطایا رو داره مقامش محترمتر از اون یکی، به خاطر اینکه عطایا رو درجه بندی کرده بودن، دسته بندی کرده بودن. اون افرادی که عطایاشون قابل رؤیت بود دیده میشد به دیگران فخر فروشی میکردن، خودشونو مهمتر میدیدن، میگفتن ما مهمتر بودیم برای خدا و خدا ما رو انتخاب کرد برای این مسئله، برای این عطا. به هر حال مقایسه میکردن که بعد ما میبینیم که پولس در این مورد حسابی توضیح میده به اینها که عطایا چیزی هستش که خود خداوند به اصطلاح تساوی بر اساس تشخیص خودش روی خدا میده. دیگه این که مشکل دیگه دارم میگم، حالا یه خورده طولانی هم میشه، ولی واقعا این کلیسا پر از مشکلات و چیزی که امروز هم همه ما درگیر این هستیم در کلیساهای مختلف. در مورد وسوسه ها هست در اون زمان مردم قرنتوس و همینطور امروز. کی میتونه بگه که دوچار وسوسه های گوناگون نمیشه؟ این وسوسه ها در واقع میبینیم که یه جورای خط اون جهت ایمانی اینها رو تغییر میده و در مورد وسوسه ها ما میبینیم پولس اشاره میکنه به ریشه اونها و به اونها میگه چطور بر این وسوسه ها غالب بشید تا شما به گناه کشیده نشید. مشکل دیگه مسئله ازدواج بود. در اونجا ما میبینیم که اینو میگه آیا واقعا ازدواج نیازه؟ چیزی که سوالی که امروز هست که آیا اصلا لازمه که ازدواج بکنیم یا اینکه ما با همدیگه زندگی بکنیم و همدیگه تعهدی میدیم. ولی در مورد باب 7 ما میبینیم که چیزی که در کلیساهای امروزی هم هست، خیلی‌ها حتی میبینیم که اصلا براشون یه واقعیت مسلمه که قبل از اینکه ازدواج کنن، برای اینکه میگیم ما باید همدیگه رو بشناسیم، میان با هم زندگی میکنن و این مسئله الان هست. ما میبینیم پولس چقدر تمیز در مورد این مسئله از در باب جلوتر تو باب 6 و همینطور باز در ادامهش تو باب 7 به دونه دونه این مسائل داره اشاره میکنه. میگه تقدس ازدواج رو میگه، چون که در تعهد ازدواج هست که برکت هست و مسئله با یک نفر یک تن بودن رو اشاره میکنه. میگه که شما اگه با فاحشه بخواید یک تن بشید، بعد دوباره این مسئله رو شما نمیتونید یه جسمی رو که متعلق به خدا هست بردارید با یک کسی که متعلق به خدا نیست بردارید به اصطلاح یک تن بشید باهاش. مسئله بکن و نکنهای محبت رو داریم در این چیز که باب معروف محبت در همون اول قرنتیان 13 هست که میبینیم بین باب 12 و 14 که در مورد عطایای روح داره صحبت میکنه، اون خواندگی اینها، ما میبینیم این وسط باب 13 رو گنجونده و بعد میبینیم که یعنی تصادفی نذاشته اونجا، داره میگه که شما در این مورد کم آوردید. در مورد محبت خصوصیات رو میگه، توجه اینها رو میاره، میگه علت همه اینا اگر شما در محبت درست رشد کرده بودید هیچ وقت این مسائل هم در بین شما اتفاق نمیفته.
مسئله صلیب رو همونطور که گفتم اشاره میکنه که این فکر کسی که بخواد جان خودش رو برای یکی دیگه بده یه فکر خیلی غیر قابل درکی برای جامعه قرنتوس بود و اینکه صلیب چه معنا داره، اهمیتش چیه، میبینیم اونجا توضیح میده. میبینیم در مورد پیام انجیل اینها مشکل دارن، میدونستن که انجیل خبر خوشه، یا اینکه خبر خوش پیروزیه، ولی چطور این خبر خوش به مسیحیت در مورد صلیب، عیسی و مردم مربوط میشه اینا مشکل داشتن. همطور که گفتم باز در مورد رستاخیز مسیح، در مورد قیام، اینکه یکی بمیره و دوباره زنده بشه، این باز برای اینها قابل هضم نبود، نمیتونستن بگیرن این رو، چیزی که امروز هم قابل درک نیست. خیلی از همین، از چه کشور خودمون گرفته چه در کشورهای غربی ما میبینیم باز این مسئله هست و اینکه چرا باید رستاخیزی باشه. و ما میبینیم پولس چقدر تمیز به اصطلاح، مثلا قرنتی‌ها میگه ما از کجا بدونیم که یه قیامی صورت گرفته؟ پولس میگه اگر قیامت مسیح نباشه اصلا همه چی باطله. وضع من، ایمان شما، همه چی باطله، همه چی در این مسئله است. به هر حال مردمی که کلیسای قرنتیان اون زمان رو تشکیل میدادن مشکلات زیادی داشتن که اینا جوابهای الهی احتیاج داشتن. برای همین بود که پولس اینا رو دونه دونه به اصطلاح میاره، اون پیام نامشخص کلیسا. بعد میبینیم انبیای کذبه هستن که در دوم قرنتیان پولس به این مسئله دقیق اشاره میکنه. باب 11 برمیگرده میگه که حتی شیطان هم میتونه خودشو به شکل فرشته نور ظاهر بکنه که ایمانداران رو گمراه بکنه. پس به اینا هشدار میده و اونجا ما میبینیم که در این کلیسا یک به اصطلاح دو دستگی، چند دستگی است که اعتبار رسالت پولس رو خراب بکنن، خدمتش رو از بین ببرن و مسائل در مورد مسائل مالی بخوان بهش تهمت بزنن و مخالف تصمیم شورای اورشلیم میخواستن یه باری اضافه و بیمورد روی ایمانداران غیر یهود بذارن. ما اینو در اعمال 15 میخونیم. جدایی ها تو کلیسا میبینیم که تو خانه، از خونه خلویی اسم میبره یک شخصی رو، میگه اینا 4 دسته شده بودن که گفتم مسائل غیر اخلاقی رو گفتم. مشکل برخورد کلیسا بود که اینا رو توبیخ نکرد. یعنی اینا دیدن گناهو ولی چشم پوشی کردن در واقع، و اینکه دعواهای خودشونو میبردن بین بی ایمانان. پولس میگه یعنی بین شما یه شیخی نیست، یه پیری نیست، یه بزرگتری نیست، کسی نیست شما رو راهنمایی بکنه که شما باید بلند شید برید مسائل معمولی رو، چیز خودتون رو بردارید ببرید پیش بی ایمانان. و در مورد غیرت کاذب برای عطایای روح خیلی توجه اینا رو برمیگردونه به محبت. بعد میبینیم که در باب 14 تو همون رساله اول علیرغم همه مسائلی که پولس به اصطلاح اینها در این کلیسا ایجاد کردن، پولس خودشو مسئول میبینه به عنوان رهبر، به عنوان در مقام پدر. میبینیم مسئولیت خودش رو حس میکنه و اینها رو، این نامه رو مینویسه و به اینها پیام درست اون تعلیم اساسی رو برمیداره میده و میگه که چطور باید اینا پاک زندگی بکنن، چطور در مورد مجردین چطور زندگی بکنن، متأهلین چجوری زندگی بکنن. در مورد قربانی بت‌ها میگه، راجع به حجاب زنان میگه که سوال بسیار بزرگیه که باز در برنامه‌های قبل به این مسئله اشاره کردیم. به خاطر آن چیزی که گفتم، وضعیتی که در قرنتوس بوده، پولس فقط به این کلیسا، به فرقی بین اینها و اون فاحشه‌های مذهبی که گفتم در معابد بودن، چون اونها سر و روی خودشون و موهاشون رو چیز می‌کردن و اینا، میگم شما مثل اونها نکنید، بین شما و اونها یه فرقی باشه. به هر حال ما می‌بینیم که در مورد که مسیح سره، نمیدونم شوهر بعد زن و چیز، اینا در این مورد در مورد اقتدار و اطاعت مسئله رو مطرح میکنه و میبینیم چقدر قاطعانه با مسئله گناه در این کلیسا برخورد میکنه. بعد یه روش‌هایی رو در این مورد میده، به خصوص میگه که نباید با گناه سازش بکنه، که خمیرمایه گناه نباید در کلیسا رشد کنه. من با توجه به همه این چیزایی که گفتم، با در مورد تعالیم اساسی اینها با هم اختلاف داشتن، آیا امروز اینطور نیست؟ من هفته پیش، همین هفته پیش تو خود انگلیس، من در مورد دانشگاه کمبریج که یه واعظی رو اینا دعوت میکنن که بیاد برای دانشجوها صحبت بکنه و اینجا طرف برگشته گفته که بدن مسیح بدن یه ترنس بوده.
برای اینکه مطرح کرده. اون وقت رئیس دانشکده هم اومده ازش دفاع کرده. خب بس ببینید چقدر در این تعالیم اساسی الان ما مثل اون موقع. درسیه که باید مراقب باشیم، تشخیص بدیم، اطلاع داشته باشیم تعالیم اساسی کلام خدا چیه تا بتونیم درست و از غلط تشخیص بدیم. به قول خود پولس از باد هر تعلیمی به این سو اون سو رانده نشیم و یه بنیاد قوی رو بندازیم. درسته. بسیار خیلی ممنون خلوه جان. یعنی دقیقاً صحبتی که کردید چقدر مهم هست که این روزها هم خب خیلی وقتها در برنامه‌ها اعلام کردیم که خب آسون هست که کلیسا به رنگ دنیای اطراف در بیاد. توی دنیایی که درش داریم زندگی میکنیم هر روزه داره قوانینی میاد که دلیل بر این نیست که اگر این قوانین دارن اجرا میشن درست هستن و در واقع مورد پسند خداوند یا بر اساس دستورات خداوند هست. و دلیل اصلی این که کلیسا در جایی وجود داره مسئله همون نور و نمک هست و اگر قرار باشه که کلیسا تأثیری نداشته باشه بر روی دنیای اطراف و دنیای اطراف تأثیری بذاره بر روی اون، دیگه من فکر میکنم که یه مقدار در نام اون کلیسا و یا ایمانداران خب نمیشه زیاد برش به هر حال زیاد اعتمادی کرد و خیلی مهم هست که در چنین شرایطی تعالیم درست رو گرفتن و در راه درست قدم برداشتن و ایمانمون رو به درستی حفظ کردن. و مسلما خب همه ما انسان هستیم، در شرایطی هستیم که میتونیم اونقدر ضعیف هستیم که به هر حال دچار لغزش هایی بشیم، اما خب هر روزه باید واقعا این حکمت رو و این قدرت رو از خداوند خواست که با ما باشه و روح خداوند ما رو هدایت کنه. خیلی ممنون خواهر لویزا عزیز از توضیحاتی که دادیم و مطالب بسیار عالی که برای ما داشتین. اما وقت این قسمت از برنامه به اتمام رسید و همونطور که میدونید ما بخشی رو داریم برای شهادت‌های شما عزیزان که با ما به اشتراک میگذارید. بریم با هم شهادت یکی از دوستانمون رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه با سوالات شما عزیزان خواهیم بود. هر کدوم از ما تو زندگیمون یه سری تجربیات ممکنه داشتیم با خدای خودمون. یه سری اتفاقاتی افتاده بین من و خدای خودم و اون زمان یک کلیکی بوده توی زندگی من و یک احساس خیلی خوشایند که اینکه خداوند وجود داره. به اینها میگن، به این اتفاقات میگن شهادت. این شهادت ها رو اگر ما برای یه نفر دیگه تعریف بکنیم ممکنه اون شخص دقیقاً در همون موقعیت قرار داشته باشه و با شنیدن شهادت زندگی من بدونه که بله خدایی وجود داره و میتونه بهش اعتماد کنه. برنامه علامت سوال برای این فصل قصد داره که شهادت های شما عزیزان رو به اشتراک بگذاره. میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که اگر شهادتی دارید، اگر تجربه‌ای دارید با خدای زنده، حتما برای ما بفرستید تا ما بتونیم در برنامه علامت سوال به اشتراک بگذاریم و بنا کننده و تقویت کننده ایمان تک تک ما باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. شهادت یکی از دوستان عزیز رو در واقع دیدیم و باز هم شما عزیزان رو تشویق میکنم اگر کارهای خداوند رو در زندگیتون دیدید خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بگذارید و در بخش که مخصوص شهادت‌های شما عزیزان هست با دوستان عزیز بیننده به اشتراک خواهیم گذاشت و همگی برکت خواهیم گرفت. اما از همین الان تلفن برنامه باز هست. برای گیرنده‌تون شماره تلفن رو خواهید دید که میتونید از طریق واتساپ با ما در تماس باشید، همچنین از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام، از طریق اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک هم میتونید پیغام های نوشتاریتون رو برای ما بفرستید و اگر سوالی دارید، نظری دارید، همچنین اگر درخواست دعا و یا شهادتی دارید با ما در میون بگذارید. در آخر برنامه برای دوستانی که در طول برنامه درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. تشکر میکنم از آقای علی، آقای مجید، آقای حسن و جیران عزیز و همچنین آقای احمد. ممنون از اینکه بیننده برنامه هستید. مرسی از پیغام هاتون. و سوالی رو احمد رضای عزیز پرسیدن. خواهر لویز جان، سوال آقای احمد رضا این هست که گفتن اعصابم خورده، آیا در مسیحیت ازدواج مشکلاتی رو برای خودش داره، مثل مهریه، شیربها؟ امشب عروسی میگیرن، فردا مهرش رو میذارن به اجرا. ما به خاطر این افکار که در اسلام رخ داده هیچ کس ازدواج نمیکنه. ما پسرها آخه چه گناهی کردیم؟ آداب و رسوم، این آداب و رسوم در ایران هست و ازدواج رو برای ما سخت کرده. میشه درباره ازدواج بیشتر توضیح بدین؟ بله، اتفاقا احمد رضا جان سوال جالبی رو پرسیدید. اتفاقا دلیلش این که میگم همین امروز داشتم با عزیزی صحبت میکردم، مسئله همین بود که الان جوانان ایران اصلا نمیتونن ازدواج بکنن. از این سر هنوز ازدواج نشده، مسئله حرف از مهریه و از این حرفا میشه. نه، ما در مسیحیت این رو نداریم، ولی چون اینو نداریم به این آسونی هم نیست. ما محض اطلاع شما بگم تو سند ازدواج ما قشنگ رسما نوشته در مورد شوهرم یا من اصلا نوشته حق طلاق ندارد. اینجوریه. ولی ما مهریه نداریم. مسئله این مراسمی که الان هست در ایران، نه این برنامه ها نیست. اما ازدواج یک امر بسیار مهمیه. شما نمیتونید همینجوری از هر که خوشتون اومد بدون این که چی میگن بقیه جوانب رو در نظر بگیرید وارد ازدواج بشید. ازدواج برای افراد بالغ، برای کسایی که مسئولیت رو میخوان قبول بکنن هستش. کسانی که بتونن نه تنها از پس زندگی خودشون بر بیان، بلکه یک کس دیگری رو که با هم همراه هستن در این مسیر طولانی تا به آخر، باید مسئولیت دوتایی رو قبول بکنن. از نظر مالی در شرایطی باشن، دوتاشون خب الان کار میکنن. مهمتر از همه این که در درجه اول ایماندار با ایماندار باشه. ما نمیتونیم آنطوری که ما در عبرانیان میخونیم میگه که نور رو با تاریکی هیچ رفاقتی نیست و بین ایماندار وقتی که با بی ایمان ازدواج میکنه، با آگاهی این کار میکنه، اغلب شرایط دیده شده که اون شخص بی ایمان این یکی که ایمان داره از ایمان به قول معروف میندازه یا سستش میکنه، سردش میکنه. برای همینه که کلام خدا توصیه میکنه ایماندار با ایماندار باشه. وقتی دو نفر از نظر ایمان مشترک هستن و عاشق هم دیگه هستن، این خیلی مهمه. عشق مهمه. توصیه میکنم اول اگه دنبال یک ایماندار باشید، اگر خودتون ایماندار هستید و عاشق بشید، همینجوری وارد ازدواج نشید. برای اینکه انقدر ازدواج پستی بلندی داره. اگر عشق شما نسبت به همدیگه به کمکتون نیاد، مسئله بخشیدن، مسئله چشم پوشی، یه چیزی رو به قول معروف ازش گذشتن سخت میشه. پس عشق میاد به کمکتون. ایمانتون، عشقتون، این دوتا ابزاری هستن که تو پستی بلندی های زندگی خیلی خیلی کمکتون خواهند کرد. ولی محض اطلاع شما نه، ما مهریه نداریم. به یاد من آوردید خلیز وقتی گفتین مسئله عشق و ایمان. خب زمانی که من ایمان آوردم و همسرم در واقع خواستگاه کرد، وقتی پدرم اومده بود اینجا
و خب پدر من اون موقع ایماندار نبودن، زیاد اطلاعی نداشتن و با شناختی که از من داشتن خب میدونستن من شاید چه مهریه‌ای بخوام مثلا درخواست کنم و وقتی از من پرسیدن گفتن من هیچی نمیخوام جز قلبش و در واقع اون عشقی که داره و نه خود قلبش عشقی که داره و ایمانش که این باعث اعتماد میشه، اعتماد و اطمینان برای من. و من فکر می‌کنم که یکی از واقعا دلیل اصلی که خب این روزها این مسئله ازدواج در ایران اینقدر پیچیده شده اون بی‌اعتمادی هست، نه فقط به افراد بلکه به خاطر جامعه‌ای که درش داره زندگی میکنن خانم ها که خب مسلما یک جامعه متاسفانه مرد سالار هست که خب نگرانی هایی رو به دنبال داره و فکر میکنن خب برای به هر حال مستحکم نگه داشتن این زندگی یا اینکه حالا اگر خدای نکرده مسئله جدایی پیش بیاد یه پشتوانه‌ای داشتن که خب این خودش به هر حال تجربه ثابت کرده که هر چقدر همین مهریه زیاد باشه ولی اگر قرار باشه که زندگی واقعا سرانجام درستی نداشته باشه و یا همون عشق و اعتمادی که در موردش صحبت شد نباشه فایده‌ای نخواهد داشت، حالا هر چقدر همون مهریه زیاد باشه. ولی شما درست گفتین که خیلی مهم هست که اون در واقع تعهد، اینکه بدونیم که واقعا داری ازدواج می‌کنی یه تعهدی هست که ازش به راحتی نگذریم و برش پایبند باشیم. بله خیلی جدیه خیلی جدی، دقیقاً درست گفتید. مرسی، ممنون. امیدواریم که احمد رضای عزیز هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. مصطفی عزیز سوالی پرسن، گفتن که آیا خدا بشر رو خلق کرد و خدا سرنوشت رو نوشته یا همون تقدیر انسان رو؟ و اینکه آیا خب شما این سوالو جواب بدین، من سوال بعد میپرسم. پس آیا خدا انسان رو خلق کرد؟ دوم اینکه سرنوشت رو نوشته. خب مصطفی عزیز باید بگم 100% خدا انسان رو خلق کرد. ما نداریم، ما از یه تک سلولی به دنیا نیومدیم، ما از یه چیز یا از یه حیوان به انسان تبدیل نشدیم. خدا ما رو آدم به شکل آدم و حوا به قول معروف آفریده و کلام خدا میگه ما رو به شکل خودش آفریده، قوه تعقل، قوه تکلم، به اصطلاح به عنوان انسان، حالا هر خصوصیاتی. بله 100% کلام خدا میگه و ایمان من بر این مسئله است که خدا خالق همه چیز هستش و در مورد داستان خلقت ما میبینیم که در روز ششم خدا اینقدر اتفاقا حواسش بوده که همه چیز رو که من و شما برای زندگی احتیاج داشتیم اول همه چیز رو آفرید، چه برای غذای ما، چه برای هوامون، چه برای طبیعتمون، برای سرما، گرما، همه چیز فکرشو کرد، اون وقت من و شما رو آفرید و گذاشت رو زمین. اما در مورد سرنوشت گفتید، بذارید یک واقعیت رو بگم، سرنوشتتون رو خودتون بنویسید. شما با تصمیماتتون در زندگی تصمیم میگیرید که کدوم سوی قضیه باشید. کلام خدا تو تثنیه میگه که میگه اینک موت و حیات رو پیش روی تو گذاشتم. تشویقمون میکنه، میگه حیات رو انتخاب بکنید تا عمر طولانی بر زمین داشته باشید. این مسئله که این رو پیشونی نوشته شده، این نمیدونم تقدیر بوده و اینا، آره یه چیزایی شاید بخوایم بگیم تصادفی نبوده، نه. در درجه اول تصمیمات ما، انتخابهای ما هست. خب بعضی وقتا میگیم که مثلا وای خدا نجار نیست ولی در رو به تخته میکوبه. آره خب قشنگه، دو تا ایماندار وقتی که ازدواج میکنن از نظر تحصیلی، از نظر چیز عاشق هستن و شبیه هم هستن، روز به روز هم خدا رو هم دوست دارن، شبیه هم دیگه هم میشن. ولی سرنوشت رو من شخصا به این شکل، آره خدا یه سری نقشه برای دنیا داره، ولی این که سرنوشت رو بنویسی یکی حتما سرنوشتش بدبختیه و همیشه هم بدبختی، نه. ما سرنوشت خودمون رو تصمیم میگیریم. ممکنه با من موافق نباشید در این مورد بنا به چیزهایی که دور و براتون دارید میبینید، ولی شخصا من میگم هر کسی سرنوشت خودش تو همین دنیا هم مشخص میکنه با تصمیماتی که میگیره. چون ما در واقع با عواقب تصمیمات و انتخاب هامون زندگی میکنیم. انتخاب غلط میکنیم، من انتخاب غلط میکنم، نمیتونم بگم یکی دیگه آره یه دوستی یا کسی میتونه وسوسه کنه، میتونه در نهایت این منم که آره میگم یا نه. پس هر کدوم ما مسئول آنچه که درش هستیم
نسبتاً یعنی خودمون سرنوشت خودمون رو می‌نویسیم. به این شکل هستش. اگه نه نقشه خدا در ارمیا میگه که افکار خدا برای شما افکار سلامتیه. ببینید راههای خدا راههای سلامتی هست. برای ما نقشه هایی که خدا داره نقشه های نیکویی و سعادت و به قول معروف خوشبختیه. ولی این ما هستیم که با تصمیمات و انتخابات حالا درست غلط تصمیم میگیریم که چه در نهایت چی به سرمون میاد. به این شکل. درسته. بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی خالویز جان. سوال دیگه هم پرسیدن آقای مصطفی، گفتن که عیسی میگه که مثل ریاکاران در دعا کردن دعا نکنید، مثل این کسانی که فکر میکنند با وردهای تکراری یا اینکه چند بار دعاهاشون رو بگن خدا زود حاجتشون رو میده. اما پولس و مابقی میگن که انقدر در رو بکوبید که جواب داده بشه. گفتن در این مورد یه مقدار توضیح بدین. حتما. ببینید وقتی که پولس میگه، ما دو تا مطلب اینجا داریم. یه پولس مطلبی رو میگه و ما داریم در مورد عیسی وقتی که در مورد دعا داره صحبت میکنه میگه که تکرار باطل نکنید. ورد رو، مسئله ورد رو شما چیز کردید، تکرار باطل نکنید. ما آره یه وردایی هست میگن که الان مثلا ماهو دیدی الان اینو بخون، نمیدونم فلان اتفاق افتاد اینو بکن، این تاریخ سال اینطوری بگو، اینا ورده. ولی دعا گفت و شنوده، رابطه دو طرفه است، یک طرفه هم نیست. رابطه دو طرفه، شما میگی خدا میشنوه، خدا میگه شما میشنوید. در اون رابطه دو طرفه است که پولس اشاره میکنه، میگه که دعا بکنید. اتفاقا پولس در رسالاتش در چند جا برمیگرده میگه پیوسته دعا بکنید، پیوسته در دعاهاتون شکرگزاری بکنید. آره دعایی که از دل برمیاد باید هر روز باشه. اونطور نیست که بگیم حالا من تو مشکل افتادم پس برم دعا کنم. دعا چه برای مشکله چه برای غیر مشکله. ما به عنوان ایماندار مطالعه کلام خدا، داشتن دعا و اون ساعات خلوتگاه به قول معروف با خدا، این جزء چیزیه که هر کسی هر روز داره انجام میده. ولی میگه ورد نگید، یه چیزو هر روز به من نگید. شما به عنوان فرزند برای پدر، حالا نمیدونم اگه خودتون پدر هستید فرزند دارید، اگر شما به پدرتون هر روز بیاید یه چیزی رو بگید و خسته نمیشه پدرتون؟ نمیبرد چیز تازه‌ای نداری بگی؟ چرا اینجوری میگه؟ چرا همش کلیشه‌ای و یه دونه چیز رو مرتب همون روزی چند بار به من میگی؟ یا بچه‌تون بیاد به شما بگه بابا حتما این من مرتبم همونو بگه، شما تعجب نمی‌کنید؟ همونطور که گفتم رابطه دو طرفه است. این وسط این دعاها تکراری اونطور نیست که بگیم ما درخواست دعا داریم برای یه چیزی مرتب دعا میکنیم، ولی این نیست که یه چیز رو به عنوان یه جمله فرمول به اصطلاح 2 + 2 = 4 به این شکل برداریم اونو هی تکرار کنیم. نه اینطور نیست. دعا یه از دل بلند میشه، دعای خالص، و در این رابطه دو طرفه همونطور که گفتم خدا هم حرف میزنه، فقط ما نیست، یک طرفه نیست. در اون خلوتگاه دعا کلامو میخونیم یا مطلبی در دل داریم میایم اینو به حضور خدا میذاریم، ولی بیشترین قسمت دعا شکرگزاریه، حمد و ثنای خداست. درخواست یک قسمتشه، یک قسمت کوچیکی از به اصطلاح دعا هست. اینه که خیلی مهمه و این بین آن چیزی که عیسی میگه، عیسی داره به مردم چی میگن تعلیم میده در مورد دعا، چجوری دعا بکنید. خب و میگه تکرار باطل نکنید. اما وقتی که برمیگرده به پولس به کلیساها مینویسه، این پولس داره به ایمانداران مینویسه و به اینها میگه که اهمیت دعا رو فراموش نکنید، این سنگر دعا رو ترک نکنید، مرتب دعا بکنید. در شرایطی الان مثلا همین جریان ایران ماها به عنوان ایماندار اینو وظیفه میدونیم که هر روز برای اینها ده. الان زمانیه که مرتب باید دعا بکنیم اتفاقا، ولی دعا ورد نمی کنیم، ورد نمی خونیم، دعای باطل نمی کنیم، دعا میزنیم با هدف. دعای با هدف رو خدا دوست داره و مطمئن باشید به اون دعای با هدف جوابم داده میشه. دقیقا همینطور. خیلی ممنون، مرسی خالویز عزیز. اگه اجازه بدین ساعتی داشته باشیم موزیک ویدیویی ببینیم بشنویم، برمیگردیم در ادامه با شما خواهیم بود.
جرم انعکاس نور تو ظلمت، تو شبای تار، شهادت بر خدای حی کشیدن دور تو دیوار. 4 دیوار که هر گوشش فشار و زجر و تحقیره، صدایی که غرورت رو میدزده از تو میگیره. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانویی کنارت توی زندونه. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانویی کنارت توی زندونه. صدایی که تو گوش تو شب و روز میکنه تکرار، که عیسی رو ببر از یاد، صلیبش رو بکن انکار. اگه دنیا به ضد توست، مسیح جای تو می جنگه. خدای دانیال با توست، دهان شیر رو می بنده. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانویی کنارت توی زندونه. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانویی کنارت توی زندونه. یه روز بیرون میاد خورشید، رو هر شاخه گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. یه روز بیرون میاد خورشید، رو هر شاخه گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. یه روز بیرون میاد خورشید، هر شاخه گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. یه روز بیرون میاد خورشید، رو هر شاخه گل امید، پرستش ها میشه برپا توی ایران بی تهدید. آمین. عزیزان در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه علامت سوال، همراه با پرسش ها و نظرات شما عزیزان. همچنان فرصت باقی است، اگر سوالی دارید برای ما بفرستید از طریق راه های ارتباطی. همچنین درخواست های دعاتون رو فراموش نکنید بفرستید. در آخر برنامه برای دوستانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. همچنین شهادت هاتون رو بفرستید تا در برنامه های آینده با دوستان عزیز بیننده به اشتراک بگذاریم. خواهر لویز جان مسیحای عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که ضمن عرض سلام گفتن که جسم انسان بعد از فوت چی میشه؟ چه ایماندار و چه غیر ایماندار؟ آیا در زمانی که دفن میشن احساس تنهایی میکنن و یا ترس یا اصلا چیزی میفهمن؟ جالبه. وقتی که جسم میمیره جسم حس نداره. خب و اینکه روح و جان، حالا روح همیشه زنده است. خب
جسم میمیره ولی ما بذارید برگردم دوباره از اول توضیح بدم. انسان یک موجودیه که جسم و جان و روحه. خب اون جوهر اصلی انسان روح هستش. بعد روی اون ما قسمت اراده و احساسات رو داریم و افکار و اینها که قسمت جان هستش. بعد روی اینها جسم ما گوشت و استخون و رگ و پی و از اینجور چیزاست. خب وقتی که جسم میمیره خود جسم روح از بدن جدا میشه. اینطور نیست که در بدن بمونه. این جسم خاکی چون دیگه حسی نداره، فکری نداره، به قول معروف چیزی نداره، این میره اون تو. حالا این برنامه ها چیزای مذهبی که میگن شبش تاریکه و نمیدونم از این برنامه ها، نمیدونم به شما بگم باور بکنید نکنید، من شخصا به این چیزا باور ندارم. برای یک شخص ایماندار وقتی که شخص ایماندار میمیره روح و جانش میره مستقیم به حضور خدا و در حضور خدا خواهد بود تا اون داوری نهایی که برای ایمانداران اول هستش، بعدن کل دنیا در واقع. خواهر لویس جان اتفاقا یه سوالم یکی از دوستان از بیننده خیلی مشابه پرسن، چون شما الان اشاره کردین من اینو بگم که اگه لازم باشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین که اتفاقا ایشون هم پرسیدن در رابطه با شب اول قبر که به هر حال ما میدونیم این رو در مذهب اسلام این رو قبول دارن و میگن که این اتفاق میفته. مسئله عذاب قبر گفتن آیا واقعیت داره؟ میگن من خیلی میترسم چه اتفاقی قراره برامون بیفته. آیا مسیحیت هم به این چیزها باور داره؟ من خواستم این رو هم چون به هر حال موضوع یکی هست رو اضافه کنم که اگر توضیحات بیشتری هست رو از شما بشنویم. بله ببینید اتفاقا دیروز در برنامه هویتی نو ما راجع به این مسئله داشتیم صحبت میکردیم در مواجهه با سوگواری و یه مقدار توضیح دادم اونجا در مسئله آخرت شناسی. ما به عنوان مسیحیان این دیدگاه مسیحی اینجوریه که وقتی که شخص میمیره، شخص ایماندار میمیره، جسم میمیره، جان و روح میرن به حضور خدا و روحه که حالا بعضیا میگن جان همیشه زنده میمونه، بعضیا میگن چون در اون بدن مبارک هستن و در حضور خدا هستن، روح وقتی که روح ما همیشه زنده است، روح نمیمیره ولی جسم میمیره. خب بعد میگن که اینا مستقیم میرن به حضور خدا و اونجا هستن، در اون ابدیت در واقع زندگی میکنن تا زمانی که در زمان بازگشت مسیح میشه که جهان رو باید داوری بکنه. اونهایی که به خداوندی مسیح ایمان ندارن، اونهایی که به خدا بگیم ایمان ندارن، حالا من کلی بگم در ایمان نیستن، اینقدری که میدونیم میگه جسم میمیره، روح و جان اینها در خواب منتظر آن روز خداوند میشه که برای داوری آماده بشه. در این که همه ما برای داوری باید جواب بدیم، حالا چه بر اساس اعمال چه بر اساس اون دفتر حیات که برای ایمانداران حساب هست، به هر حال همه ما در مقابل انگیزه ها اینا باید جواب بدیم برای اون روز داوری. دو گروه الان داریم ما اینجا، یکی اونهایی که به خدا ایمان دارن، خداوندی مسیح رو قبول دارن، همطور که گفتم اینها جسمشون مدفون میشه، مدفون میشه، دفن میشه و بعد روح و جان میره مستقیم به حضور. و اینم بگم یکی از یعنی جایی بودم یه سوالی کردن که آیا اینهایی که میرن اون بالا از چیزا آیا شاهد اتفاقات اینجا هستن؟ باید بگم اینها چون جسم جان و روحشون به اصطلاح هست، خاطراتشون هست، اینها یادشون هست که روی زمین چی کارا کردن، ولی این که مستقیم شاهد اتفاقات دنیا باشن نه، نیست همچین چیزی رو نداریم. ولی کسایی که ایمان ندارن به خدا، یا بگیم ملحدن، یا بگیم که به هیچ دین و ایمونی به قول معروف چیز نیستن، آنچه که کتاب مقدس میگه، من در مورد اسلام نمیتونم حرفی بزنم، نمیتونم چیزی بدم که برای اینکه چی میگن ایمان من بر اساس کتاب مقدسه. آنچه که کتاب مقدس میگه، اینها میگه خوابیدگان، در مورد خوابیدگان اینها منتظر میشن
تا اینکه اون روز خداوند که داوری هست که همه مردگان میگه زنده میشن دوباره از قبرها، اینا زنده میشن. اینا خوابیدن. کسی که خوابیده دیگه حالا حالیش نیست که چشم که باز نمیکنه که بیاد بدونه بگه تاریکه یا روشنه یا نمیدونم شب اول قبر. اینا من نمیدونم چه جوابی در این مورد بدم، ولی کسی که میخوابه خوابیده است. اصلا این چیز نیست. و اون خدایی که یه همچین سیستمی رو به قول معروف پیریزی کرده و بنیان گذاشته، فکر اون تاریکی قبر رو نمیدونم چیزی اینا رو هم نابود کرده. جان و روح در ایمانداران مستقیم میره، اونای دیگه میخوابه و در منتظر میمونن تا زمانی که دوباره این قیامت صورت بگیره و داوری بشن دونه دونه. بله خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز عزیز از توضیحاتتون. چند پیغام بخونم از دوستانی که محبت داشتن برای ما، پیغام‌های تشویق‌آمیز و محبت آمیزشون رو برای ما فرستادن. آقای احمد گفتن سلام و سلامتی خداوند زنده و حقیقی بر شما خواهران عزیزم، خدا رو شکر بابت وجود شما مقدسین، آمین. همچنین آقای رضا گفتن جلال بر نام خداوندمون و درود بر شما خواهر سالی و خواهر لویز عزیزمان، تشکر از تعالیم شما. آقای احد همچنین گفتن سلام، شکر برای وجودتون. و حالای عزیز هم گفتن درود و سپاس به شما خوبان که در راه گسترش پیام خدای محبت میکوشید. و همچنین آقای جواد هم گفتن خواهر لویز برکت خدا با شما و برادر فریدون و همیشه در فیض مسیح. خواهر سالی استوار بمانید، آمین. خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان که با پیغام‌های پر از محبتتون دارید ما رو همراهی میکنید و خدا رو شکر برای وجودتون و ما هم برکت میگیریم از حضور شما عزیزان و مخصوصا پیغام‌های شما. همچنان فرصت باقی است اگر سوال و نظری دارید با ما در میون بگذارید. خواهر لویز، دوست عزیز ما گفتن که مدتی شده که باورم رو نسبت به ایمان به خدا از دست دادم. اگه چیزی میگم فقط بر زبان از دل نیست. اول که گفتن درخواست دعا داشتم، بعد هم گفتن که خیلی در جنگ و کشمکش با خدا هستم، خیلی ازش شاکی هستم، حوصله خوندن کلام رو ندارم و همچنین حوصله دعا کردن هم ندارم. دلیلش فقط اینه که باور ندارم به دعا یا چیزی که میگم و گفتن که لطفاً بهم یه راه حل نشون بدین. خب شما روی این باور ساکن شد. شما الان هر فرمولی هم به شما بگم، فرمول که نداریم، ولی هر چیزی رو بگیم چون خودتون میگید باور ندارید شاید موافق نباشید با این چیزی که میگم. ببینید ایمان ما همیشه مورد آزمایشه. ما یه دور آزمایش نمیشیم. در طول زندگی ما از آزمایشات ایمان بسیاری به قول معروف رد میشیم. ایمان ما مرتب از بوته آزمایش عبور میکنه و وقتی که در این آزمایشات، در اون استقامت در ایمان، در اون وفاداری نمیمونیم، این مسائل هم فشار میاره، ما رو ذره ذره دور میکنه. یادمون باشه کلام خدا میگه که و ابلیس چون شیر و قرآن در گردشه تا کسی رو ببلعه و ما به این شکل تومه میشیم برای اونها. اینه که هی پس رفت میشه. ما حوصله دعا نداریم، حوصله کتاب مقدس خوندن نداریم، باورهای ما میره زیر سوال. برای اینکه اینها از بین بره با یه دعا حتی این از بین نمیره. این یه چیزیه که در فکره و شما باید این نحوه فکری و اون باورهایی رو که دارید کامل عوض بکنید. چون شما میگید باور ندارم. خب اگر باور ندارید شما باید سیستم باوریتون رو عوض بکنید. ما یه سری دروغ‌ها یا یه سری چیزای غیر واقعی رو به شکل واقعی ما باور میکنیم. خب ما موجوداتی هستیم که میتونیم باورهای ما رو هم تغییر بدیم. منتها این دست خود شخصه. انسان خودش میتونه این مسئله رو تحت کنترل بگیره. پولس رسول برمیگرده چی میگه؟ میگه که هر فکری رو به اطاعت مسیح میارم. چه فکری رو؟ افکاری که مخالف خدا، مغایر با خدا هستن، میگه اینها رو تحت اطاعت میارم. وقتی که ما این افکار یا تصمیم افکار میشیم، ببینید موجها میاد، شک میاد، ترس میاد،
ولی من و شما مجبور نیستیم از این شک و ترس و اینا اطاعت بکنیم. اینا وسوسه هایی هست، آزمایشات ایمانی هست که برای هر کسی هست، به خصوص برای ایمانداران. ما وعده داده نشده که همه چی خوب و خوش و یه دور حالا تمید گرفتیم نمیدونم چیزو تموم شد و حالا دیگه زندگی چی میگن همیشه خوبه. ایمان ما مرتب باید آزمایش بشه. اگر مسیح آزمایش شد چقدر بیشتر من و شما. حتی مسیح به عنوان خدا بر زمین، خدای مجسم، از آزمایش ایمان رد شد در بیابان. 40 روزه آزمایشی بوده که در مورد ایمان چی کار کرد؟ همه رو با کلام خدا جواب داد. شما برای اینکه بر این مشکل فائق بشید باید کلام خدا رو استفاده بکنید. این اسلحه شما. با کلام خداست که شما میتونید به وسوسه، به ناباوری، به بی ایمانی، به غرغر، به اون چیزی که میگید از دست خدا شاکیم. اولا اینو بگم به شما، خدا از پس شکایتتون برمیاد. نگران نباشید. شاکی هستید به خدا تا زمانی که به روح القدس کفر نگفتید مسئله ای نیست. شکایتتون رو بگید به خدا. بگید از دستش عصبانی هست، از پس این قضیه برمیاد، چیزم نیست، از خداوندیش هم کم نمیشه. مطمئن باشید. رابطه رو در یک رابطه دو طرفه بسیار پویا بذارید و در کلام خدا خودتون رو تقویت بکنید و اون نمونه ای رو که مسیح استفاده کرد برای جواب به اون وسوسه هایی که شریر بهش داد با کلام خدا جواب داد. شما اگر خودتون رو در کلام خدا تقویت بکنید میتونید سیستم فکریتون رو عوض بکنید. همه چی از فکر شروع میشه. پولس رسول میگه به تازگی ذهن صورت خود رو تبدیل بدید و تشویق میکنه، میگه هم شکل دنیا نشید. شما این چیزی که دارید میگید هم شکلی دنیاست. جنگ چی میگن نیکوی ایمان رو پولس اسم میبره، میگه جنگ نیکوی ایمان رو کردم و به کمال رسوندم. این جنگ ایمان، جنگ نیکوی ایمان مرتب در زندگی ما هست. پس بنابراین باید یاد بگیریم از طریق کلام خدا به وسوسه ها، به شک، به ترس، به حتی غرغرهایی که در دل داریم، اینها رو بیاریم به حضور خدا، بدیم به خدا، با خدا با روح القدس همکاری بکنیم که بر اینها پیروز بشیم. همینجوری نه. اگر بخوایم یکی دیگه این کارو برای ما بکنه، نه، اینطور نیست. اصلا اینطور نیست. از ما هست. ما باید همکاری بکنیم. خدا منتظر همکاری ما هست با او. اگه نه تمام راه حل رو داره ولی به زور وارد نمیشه. تا ازش نخوایم خودشو تحمیل نمیکنه. بله، خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز عزیز از پاسخی که دادین. یک تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه سوالات. با ما باشید. ساتسون پلاس، اپلیکیشنی مدرن با امکانات متعدد برای دسترسی سریع و آسان به برنامه‌های تلویزیونی، قابل نصب بر روی تمامی تلفن‌های هوشمند و همچنین در اپل تیوی و اندروید تیوی. اپلیکیشنی رایگان و کاربردی برای تماشای برنامه‌های تلویزیونی از طریق اینترنت و همچنین تماشای زنده تمامی کانال‌های ساتسون به زبان‌های فارسی، ترکی و عربی، همراه با آلبوم‌ها و فایل‌های صوتی و همچنین مجموعه‌های پادکست. قابلیت دانلود و ذخیره‌سازی برنامه‌های مورد علاقه و اشتراک گذاری آنها در صفحات اجتماعی. تأسیس نامحدود حساب‌های کاربری با تنظیمات شخصی و قابلیت فیلترینگ برای کودکان، همراه با سیستم جستجوگر سریع و پیش همیشه و همه جا همراه شما. در بخش پایانی برنامه علامت سوال هستیم و همچنان با سوالات شما عزیزان. خواهر لویز عزیز، خانم مریم سوالی پرسیدن، گفتن که اساساً در چه مواردی طلاق در مسیحیت درست هست؟ بله، خب پولس رسول در همین رساله قرنتیان که امروز صحبت کردیم در این مورد اتفاقا توضیحات لازم رو داده.
در مورد طلاق در مسیحیت میگه به علت زنا. خود مسیح در مورد مسئله زنا اشاره میکنه. اگر زنا صورت بگیره طلاق میشه داد. ولی الان کلیساهای امروزی به خاطر مسائلی که به اصطلاح در خانواده ها هست، به خصوص اگه مسئله اعتیاد باشه، مسئله کتک زدن باشه به قصد کشت، یعنی یکی ایماندار باشه یکی ایماندار نباشه، کلام خدا اون تصمیم رو روی بی ایمان، اون شخص بی ایمان، ولی اگر دوتاشون ایماندار هستن، مسئله اخلاق به اصطلاح اگه کتککاری هست این وسط و به قصد کشت میزنن، جان فرزند یا زن در خطر هست، در این مورد باز میگن که مجاز هست در این مورد. ولی آنچه که کلام خدا شدیداً انگشت میذاره روز و تعلیم خود مسیح هست در مورد مسئله زنا هست. حالا اگه یکی از طرفین زنا بکنه، طرف دیگه بخواد ببخشه، اون دیگه توافق بین دو نفر هستن. ولی اصولا مسئله طلاق، اولا اصلا طلاق رو تا اونجا که میگه که کلام خدا میگه آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازه، تا اونجا که میشه میگن که به اصطلاح با هم زندگی بکنید، اصلا حرفی از طلاق نباید باشه. ولی اگر یکی از طرفین خیانت کرده باشه یا اینکه در ایمان نباشه و نخواد با این یکی به قول معروف طرف دیگه زندگی بکنه، تصمیم رو میسپرم به اون. اما اگر زنا صورت گرفته، اون کسی که این وسط به قول معروف برش چه میگن بهش خیانت شده، تصمیم با اونه که آیا بره برای طلاق جلوی بشه. همونطور که شما گفتید یه مقدار خب این کلا قضیه پیچیده، این چیزی نیست که حالا واقعا ما بتونیم جلوی تلویزیون بگیم حتما برای این هست. انقدر این مسئله دارای چی میگن باید حالا بر فرض اگر کشیش یا رهبران کلیسا هستن بدونن دقیقاً در جریان چی هست و مسائل خصوصی هست که به هر حال باید آدم بدونه و به بهترین نحو تصمیم بگیره. خیلی ممنون. من فکر می‌کنم که در این وقتی باقی مانده فقط بشه یک سوال دیگر رو پرسید که دوست عزیز ما پرسیدن آیا بهشت و جهنمی وجود داره؟ 100%. اگر ابدیت نباشه، ببینید حالا بهشت و جهنم بگیم، من حالا به این شکل بگم، ابدیت نیکی و ابدیت تاریکی، به این شکل ابدیت نور و ابدیت تاریکی. همه ما همونطور که گفتم روح ما، روح و جان اینا زنده، اینا که نمیمیرن و در یک جایی به هر حال در اون ابدیت قرار میگیرن. بس این ابدیت رو حالا بگیم بهشت بگیم جهنم، در این که داوری هست، در این که برای نحوه زندگی که کردیم، حتی نحوه فکر کردن و انگیزه های ما حتی برای انگیزه های ما هم داوری میشیم. پس این داوری اگه قرار باشه ما دود بشیم و هیچ خبری ازش نباشه که فایده ای نداره. میدونید یه خورده بیمورد میشه اگر فقط زندگی فقط همین باشه که هست و بعد از این هیچی نباشه. نه، آنطوری که در کلام خدا میبینیم و آنطور که میبینیم که در مکاشفه، کتاب مکاشفه میبینیم و همینطور در عهد عتیق در این مورد ما چیزهایی که میخونیم از کلام خدا 100% همچین چیزی وجود داره. دنیای مردگان هست، دنیای به قول معروف اونایی که شهید شدن، نمیدونم برای ایمانشون. ما چیزی که تصویری رو که در مکاشفه میبینیم واقعا چیزی از میگه اونایی که شهید شدن، بعد میبینی اینا همه زنده، اینا روح اینهاست، جان اینها هست، در یک بدن جدید هستن، آن بدنی که مسیح بعد از قیام، مگه پولس نمیگه که ما هم در شریک قیامت او هستیم؟ و وقتی قیام کرد مسیح رفت بالا، کجا رفت؟ باید یک مکانی باشه. خودش مگه نگفت میرم تا برای شما جایی آماده بکنم؟ در خانه پدر من منزل بسیاره. باید یک جایی فیزیکی باشه برای این ابدیت. درست؟ از حالا یک ابدیت نور هست، ابدیت تاریکی هست. اونهایی که ایمان ندارن، خب اونجا که میگه که به دریاچه آتش، اونجایی که میگه گریه و فشار دندان اسم میبره کلام خدا، عذاب هست، درد هست. ولی از یه طرف دیگه کسایی که در خداوند هستن و در مسیر درست زندگی میکنن، نه اینکه لزوما فقط اسم چیز رو داشته باشن، ایماندارانی که حقیقتاً
و پای جان برای ایمان خودشون وامیستن، 100% اینو هم پاداش خودشون رو میگیرن. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان از پاسخگویی به تمام این سوالات. اما وقت درخواست های دعا هست که با هم متحدن برای عزیزانی که در طول برنامه درخواست هاشون رو فرستادن در دعا باشیم. با هم بریم دعای ربانی رو بشنویم، برمیگردیم و در دعا خواهیم بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شریر رهایمان ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. عزیزان با ما باشید، متحدن برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا باشیم. اسامی رو من میخونم. خواهر لویز عزیز، آقای رضا خواستن که دعا کنیم برای ایرانمون. ببخشید، دوست عزیز ما با نام کاربری پرنده خواستن برای ایران در دعا باشیم. آقای رضا خواستن برای یکی از اعضای نزدیک خانوادهشون که متاسفانه دچار بیماری سرطان شدن در دعا باشیم برای شفای ایشون. احمد رضای عزیز خواستن که برای جوانان ایران در دعا باشیم. آقای جواد خواستن برای رشد در ایمان، تحول عمیق‌تر روحانی فرزانه، جواد و آمینا در دعا باشیم و برای ملاقات مسیح با محسن و ریشه‌کن شدن ظلم و ظالم از ایران. دوست از ما با نام کاربری آرامش خواستن برای محمد حسین برای شفاش و همچنین نجات و تحصیلش در دعا باشیم و برای نجات و لمس قلب رویین. آقای حسین خواستن برای سلامتی و برکت خودشون و خانوادهشون در دعا باشیم و همچنین فرزاد عزیز هم خواستن برای آزادی ایران و حفاظت خدا از ایمانداران در ایران در دعا باشیم. خواهر لویز جان و این عزیزان در 1 دقیقه و نیم اگه دعا کنین ممنون میشم. حتما. خداوندا تو رو شکر میکنیم امروز برای این لیستی که سلی عزیز دونه دونه اسم بردن، چه به شکل شخصی چه به شکل برای کشور ما ایران. واقعا دعا میکنم امروز ای خداوند از الان ورق رو برای هر کدوم از این جریانات دعا برگردونی ای خداوند و حقیقتا مطابق دل پر از رأفت و پر از رحمت خودت تک تک این دعاها رو تو در نقطه احتیاجشون ملاقات کنیم عزیزان رو و جواب بدی این دعاها رو. برای کشور ما ایران دعا میکنم. حقیقتا واقعا خداوندا خانه های این عزیزان، کشور ما ایران، واقعا دعا برگرده و آرامی تو در خانه های این عزیزان ساکن بشه، اطمینان تو بر خانه هاشون بریزه. دعا میکنیم حقیقتا ای خداوند تو ناله های ایران رو، گریه های عزیزان رو، پدر مادران رو، داغداران رو تو بشنوی ای خداوند و امروز جواب بدی و از این کشور که حقیقتا پر از دلهایی هست که به سوی تو خداوند رو آوردن، تو جواب بدی و تفقد بکنی ایران رو، تو تفقد بکنی و حقیقتا در کشور ما آنچه را که حق هر انسان هست، حتی به عنوان یه چیز اولیه خداوند، آزادی و حقوق بشر، حقیقتا در ایران برای ایرانیان انجام بشه. دعا میکنیم هر چه سریعتر خداوندا جلوی کشت و کشتار و خونریزی گرفته بشه و این فرزندان عزیز ما که جان برکف در خیابانها برای آزادی می جنگن، تو اینها رو دونه دونه خداوند و دعاهاشون رو بشنوی، اون خواهش دلشون رو بشنوی. همه اینها رو در نام پسر یگانه تو دعا میکنم. آمین آمین. خیلی ممنون خواهر لویز عزیز از حضورتون در برنامه و به امید خدا در برنامه‌های آینده با شما خواهیم بود و ممنون و تشکر
از یکایی که شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید. تکرار برنامه رو هم فراموش نکنید حتما ببینید. مواظب خودتون باشین تا شب‌های آینده. خدا نگهدار شما عزیزان باشه. خدا حافظ.